سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مطلبی چند وقت پیش خوندم در مورد این که چطور خصوصیت‌های رفتاری آدم‌ها ریشه داره در یک اصل کلی به نام اصل حفظ بقا. آدم‌هایی رو در نظر بگیرید که یا ممکنه خودتون همچین خصوصیت‌هایی داشته باشید که به جزئیات خیلی توجه میکنن. یعنی وقتی که یه کاری رو میخوان انجام بدن، برای اینکه اون جزئیات رو اطمینان پیدا کنن که درست انجام شده، چندین مرتبه اون رو بازنگری میکنن. به عنوان مثال از خونه میخوان خارج بشن، چند بار همه موارد ایمنی رو چک میکنن یا درب خونه رو چک میکنن، یا مثلا از ماشینشون خارج میشن، ممکنه که 2-3 بار با ریموت یا با کلید مطمئن بشن که در قفله، یا یک کاری رو میخوان تحویل بدن، چندین بار اون رو بازنگری میکنن تا مطمئن بشن که عیب و ایرادی توش نیست. خب در نگاه خودشون یک ایدئالگرایی یا یک آرمانگرایی رو دارن انجام میدن که میخوان کارشون بهترین شکل باشه. ولی این تحقیق نشون داده بوده که اینها در واقع تجربیاتی در دورانی از زندگیشون داشتن که به طور ناخودآگاه باعث شده که این چنین رفتار بکنن. این تجربه ها ظاهراً مربوط می شده به این که بی‌دقتی یا بی‌توجهی به جزئیات تبعات سنگینی براشون به همراه داشته و برای اینکه این خطر رو از خودشون دور بکنن به این موضوع پناه بردن که سعی میکنن چندین بار همه شرایط رو بسنجن تا مطمئن بشن که مشکلی در اون کار وجود نداره. جالب بود برام، شاید ریشه بسیاری از وسواس ها رو بشه در واقع با این موضوع توضیح داد. به هر حال امیدوارم که هر جایی که هستید وقت و ایامتون خوش باشه و خدا نگهدارتون.